سلام، چطوری بچه؟ من ددویم. خوش اومدیم به این ویدیو. امروز براتون یه دونه موضوع که برید سابسکرایب بزنید، ممنون میشم واقعا. اگه این ویدیو رو دوست دارین دکمه لایک رو بزنید، آخرش بزنید، حالا فرقی هم نداره داداش. باری که داشته باشیم. بله. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بله. سلام بر توی بانوی پاکدامن. یوزرسیف زنگ زدم. من یوزرسیفم بانوی من. بله. من یوزرسیفم بانوی من. حال شما خوبه؟ ممنون، متشکر. از این برا؟ از اون برا. بانوی من بفرمایید. آنخ ماهو گفت با شما تماس بگیرم. خواست که چی بشه؟ چه وایسین اول بگم که اینجا فکر کنم یوزرسیف یا هر کس دیگه ای شماره این خانومه رو گرفته، بعد انگار بهش الان زنگ زدم. قضیه اینه. حالا فکر کنم این مزاحم تلفنی مال سال دهه 80 باشه اگه درست بگم. نمیدانم، از خودشان بپرسید. کی بپرسم من؟ گوشی رو بهشان میدم. بفرم. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بانوی من، دیروز شماره را در معبد به من داده اید. معبد آمونه تو؟ معبد آمون. خسته نباشید واقعا. خب سلامت باشید بانوی من. اینا چه اسکولایی هم باور میکنن. بانوی من به عنوان پدر میخواهم از شما برای یوزرسیف خواستگاری کنم. منم میام خواستگاری میکنید. تبسم کنید نیست. من کاهن معبد آنخ ماهو هستم. جلوی من درست صحبت کنید. زبونتون میگیره جدیدن. دیشب زبونتون نمیگیره ساچی صحبت. سرطان زبون داره. درستش بانوی من. سرما خوردم. رفتم مطب این دکتره اینجا هستش. آن به من به کمبلکس به 12 داد. خوبه چیز دیگه مردن شیاف میام. بانوی من. آقای قبلیه که بود داشت صحبت میکرد، آقای یوزرسیف. بله کاری با صحبت میکردن. گوشی بدم بهش. ممنون میشم. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بانوی من، آنخ ماهو همانند پدر من میماند. او از شما برای من خواستگاری کرد. من زلیخا رو ول کردم، چسبیدم به شما. دوستان من نخندید. بحث جدی است. بانوی من فکر کنم زلیخا چروک شده، این یه چیز شده. من اومدی شمال مردم میگیره یوزرسیف. بحث جدی است بانوی من. شما چطور دلتون اومد زلیخا رو زنگ بزنید به من؟ پیر و چروک چیزه شده. گفتم حال کردین. شماره من گفتید از کجا آوردید؟ گفتم از آنخ ماهو. آمن حاطب چهارمم اینجا هستن. خب میتونم با ایشون صحبت کنم؟ چشم. آقا زنم چیزه، زنم عوضی هست داده خود یوزرسیف رو خر میکنه. سلام بر تو. صداتون شبیه یوزرسیف، همتون یه صدا دارید؟ آره دیگه. اینا همه یه صدان بانوی من. حالا یوزرسیف اگه بفهمه به قرآن خودکشی میزنه. بانوی من میخواد. بانوی من نخندید، بذارید حرفشو بزنید دیگه. باز میگوید این بانوی پاکدامن. بانوی من در کودکی نزد بانو زلیخا بودم. حال نیست در نزد پوتیفار میباشم. شما خودتان قضاوت کنید. زلیخا 40 سال از من بزرگتر است. چگونه زنی را که جای مادر بزرگم از بگیرم؟ شوگر ما میشه اینو بگه. راستی بانوی من، شما دختر جوان در فامیل دارید؟
یک دانه را برای ایناروس میخواهم، یک دانه را نیز برای او سیاپوست. نمیسابا. آفرین انقدر نه خدا یارو بالاتره. یارانم زیاد شده این که بعضیاشون رو فراموش کردم. اون که یارو نزدیکه تا نباید فراموشش کنی. باشه گوشی رو میدهم به مالک. مالک کیه؟ الو سلام خوبی؟ اینطور صداش مثل خر میمونه. خوبی کی بودی؟ شناختی منو؟ آره یوزارشیف بود دیگه. کی بوده؟ یوزارشیف نه چی؟ یکی از خرای قهوه خونه. چی؟ چقدر صداش قشنگ بود. سر خدا. تشکر کن ازش کل خندیدیم. باشه تشکر میکنم ازت. قربان قد و بالایت بانی من. خفه شد. نه ببخشید تو رو خدا. گفتم دیوون از زنگ میزنه به این اون دختر از یوزارشیف رو در میاره. فکر کنم یارو مریضی داره، اسکل زنگ میزنه مردم شماره میگیره. چیکار کنم؟ من چند دقیقه دیگه میخوام من خونه ساراینا. خب من زنگ میزنم بهش بگو عدوی یوزارشیف در بخوان بخند. خود بیرون؟ نه دیگه میرم خونه ساراینا بعد زنگ میزنم بهش پیشته دیگه. آره خب بهش بگو حرف بزن. خب پس تعریف بیا باشه. دخترم از این انگار برده استخدام کرد. با کسی بانیه من با گوشی میخواد معذرت خواهی کنه. گوشی بانی من قصد جسارت نداشتم، فقط میخواستم کمی مزاح کنم. شدید ممنون میشن که چنل منو سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی که وقتی من یه ویدیو جدید میسازم نوتیفیکیشنش برای شما بیاد و این ویدیو رو لایک کنید و ممنون میشم توی کامنت ها هم یه چیزی بنویسین دیگه، مثلا 2 بنویسین 1 4 5 6 که وقتی سابسکرایب میکنید به سابسکرایبتون قبول شه، چون یوتیوب ما ایرانی ها ربات فرض میکنه. خب ممنونم که مراقب خودتون باشین. میبینمتون. See you.